با دلانگیزترین درودهای دیگر، درودهای مهرآفرینی سرشار از مهر، آکنده از عشق به فرهنگی بسیار ژرفین، بسیار بسیار بای، بسیار غنی. امروز 5 می 2017 در سوی 8576 کیانی، 2576 هخامنشی و 1396 خورشیدی است. بخش هفتم آموزش واژه‌های پارسی پوره تاجیکی رو ما آغاز می‌کنیم. آرمان ما این نیست که چند تا واژه به شما یاد بدهیم. ما بر این باور هستیم که هنگامی که خودمان را رها کردیم میتوانیم پارسی را با کانون پارسی که پارسایی است پیوند زنیم. پارسی گویی تنها بسنده نیست، هر پارسی گویی شایسته هست که فروزه و صفت پارسایی داشته باشد، صفت نیاگان ما. خب امروز بخش هفتم ما میخواستیم که پتایش بدیم، ادامه بدیم. دوستان ما پرسش هایی کردن، زمان ما کمه. سپاس دارم از شهرام گرانمایه از کانادا، شهرام دلارای عزیز که پیرامون پارسی هم همینگونه که فرمودن. ما بر این باور هستیم که هنگامی که پارسی گپ میزنیم اون زمان بگیم پارسی زبانان. وقتی فارسی داریم میگیم 7 روز هفتمون و شنبه، یه شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و کسی بیاید بگوید که محشید روز، ناهید شید و بایستیم دهنمون باز باشه، ما چگونه میتوانیم که خود فریبی کنیم بگیم که ما پارسی زبان هستیم؟ همکنون ما فارسی زبان هستیم، کوشش میکنیم به گامان پارسی زبانی برسیم. خب امروز یکی از واژه‌هایی که بسیار بسیار در تهران گفتمان میشه و تاجیکا هم من شنیدم میگویند، اون رو بررسی میکنیم. واژه بسیار درب داغونی هست، پارسی هم هست ولی یک داستان گرمانگیز و غمانگیزی داره. واژه نوکر. در تهران چقدر به هم میگن نوکرتم، میگه نوکرتم، غلامتم، نوکر جد آبادتم هستم. این نوکر از کجا آمده؟ نو و کر، دو واژه پارسی پسوند آمیخی، دو واژه آمیختگی به هم. باید برگردیم با این زمان کم ما، برمیگردیم به آغاز تازش تازیان. امویا اینها دشمن سوگند خورده ایران بودند، برای اینی که میدانستند که آن چیزی که در آینده به آن مینازند از ایران دارند. اما میان اینها عموزاده های اینها عباسی ها بودند که مردم بسیار عبوس، اخمو و اینها با ترفندی دیگر آمدند. اموی ها شکست خوردن رفتند، اما اینها در جلد دوست اومدند، در پوستین دوست آمدند و شوربختانه خانواده ساده و خامخرد این خرد خام را دوش به میخانه برد. یادمون باشد این خرد و خردورزی، خرد هم داستانی دارد. این خمزاده ها و خامخردان خانواده برمکی در رو باز کردن و اون داستان خیزرانی هست که زنی به اینها دادن و آنها آمدند در سرای ما چریدند و خوردند و از کبر نشینی با تخت آشنا شدند. هنگامی که با تخت آشنا شدن، با کمچه و قاشق آشنا شدن، با رخت آشنا شدن، با رختهای رنگین، رختهای فاخر و بدبختانه ترین کاری که کردن، اینها آمدن در بیچشم رویی و در نهایت نامردی در رو باز کردن به سوی اتراک یا مغول‌ها فرزندان حلال زاده عباسی ها هستند و این داستان گرمانگیزی که شما در تاریخ اکادمیک نمیخوانی. این تاریخ، من امروزم با یکی از دوستان امریکایی گفتگو کردم، گفتم ببین تاریخی در سراسر دنیا داره درس داده میشه، این تاریخ فکر و قلابیه. تاریخ راستین همیشه پنهان و هایده.
گهگاهی به اون میپردازند. شما بروید، بارها گفتم، در بوردر که میروید، در بوردر کالیفرنیا نزدیک یوسیلی کتاب بزرگی هست نوشته پرژن امپایر، عکس تیمور لنگ با اون دمهای موشی. حالا بیا با اینها در بیافت. 50 تا دانشگاه معتبر دنیا رو به روخت میکشه که اونا تایید کرده. شما داری چی میگی؟ این آکادمی دانشکار امروزه. ما گفتیم برگردیم سر واژه نوکر. عباسی‌ها دانش‌های بسیار کردند و یکی از اونا امروز ما داریم میبینیم همین واژه نوکره. پس از اینی که اینها دریافتند، ایرانی‌های آن زمان، تاجیکیانای آن زمان، برخی ها هم به هوش و به گوش هستند و از نقشه های پلید اینها آگاه هستند، حالا در قالب یا گماشته یا دربان یا آشپز. اینها هنگامی که به راز این خبرچینی ایرانی ها پی بردند، گفتند که ایرانی که وارد دستگاه عباسی ها میشه نبایستی که گوش سالمی داشته باشه، 100% باید کر باشه. و هر ایرانی که میوردن اینجا گوشش رو کر میکردن و میگفتن این میشنن، میگفتن نه این نوکر هست، تازه گوشش رو کر کردیم و شما هر کاری که میکنید دنیا رو آب ببره، اینا رو خواب میبره. و این واژه نوکر به این صورت برای مردم ما جزو بهترین واژه‌های تک تعارف روزانه و واژه‌های ادبی و واژه‌های لوطی‌منشی و پهلوانی و بدبختانه. ببینید مهرآفرین باید چه کار کنه با این مردم. یا بگو آقا این نوکر یک داغ ننگینی بر پیشانی پارسی زبانان دنیا. نگو من نوکرتم. بگو من چشمهای باز، گوشهای زیبانیوش دارم تا بتوانم اندیشه شما، گفتارهای نیک هم دیگر را دریابیم، نه اینی که نوکر باشیم. بخش دوم برنامه مال 7 دقیقه شد، هیچی هم نگفتیم. عباسی‌ها یکی دیگر از دانشکارترین مردم دنیا هنگامی که آمدند، ما میبینیم که همکنون، من پیرامون عباسی‌ها باید گفتگو کنم بازم، همکنون ما میبینیم که عباسی‌ها دبی رو میچرخونن، اموی‌ها در همون سادنی یا در پردهداری کعبه موندند. عباسی‌ها اومدن امروز تکنولوژی رو دارن میگردونن، ولی با همه برنامه‌ها ما میبینیم که دستار سیادت و سروری تاجیک‌ها رو با خودشون بردند. اینو میبینید، شما نگاه کنید به قابوس ابن فلان، به تمام شیوخان و شیخکانی که در امارات هستند. شما ببینین اون دستاری که به سر گذاشتن، هر کدوم از این یک سمبل دارد. این را که میبینید به صورت گنبدی هست و هر کدوم از اینها آموختنی است. و دور این کلاه را شما باز نگاه کنید و این اون لعل بدخشانی بود که به تالات رفت و شوربختان این فرهنگ آموزش داده نشد و ما امروز میبینیم که یکی از داغهای جیگرسوز ما همه این کلاه کیانی هست که بر سر شیخکان امارت هستند و با این هتل های چندین طبقه این کلاه رو پایین نمیذارن و این لعل رو فراموش نمیکنن، چون میدانن که این یکی از میت ها، یکی از سمبل ها و یکی از رازهایی است که میتوان سالها و سالها بر گرده جهان برده پروری کرد. امیدوارم که این برنامه رو شما چند بار ببینید. اگر پرسشی داشتید من برای شما پاسخگوی شما هستم. شما رو به عشق و عشا میسپارم، با امید روزی که پارسی گویی را با پارسایی پیوند بزنیم و به کیستی و چیستی خودمان ببالیم. تا گفتمان دیگر شما را به مهر و خرد میسپارم. بدرود.